این هفته خبر تو خبر داره براتون از بزغاله ولایت که همینجوری دارن به گردنش زنگوله‌های جدید میندازن. مذاکرات هسته‌ای بنا بود راجع به هسته‌ای باشه دیگه. از ابتدا مقام صرفاً هسته‌ای. حالا شما ببینید که آمریکایی‌ها چند تا زنگوله به این آویزون کردن. یکی آمدن گفتن مسائل نظامی ما خودش بحثه. زنگوله بعد آمدن بهش گفتن که ما در منطقه باید حواسمون جمع باشه، شما نمیتونید هر کاری بکنید و باید پاسخگو باشید. زنگوله بعدی آمدن گفتن که خب این علامت شکست ایرانه، پس شما باید بیاید سر خط و با ما کار بکنید. What can I do for you? بله، اینقدر پاسدار ترکیده از سوریه آوردن که النهایه عظما مجبور شد زنگوله منطقه‌ای رو هم به گردن بندازه و ممجواد ظریف رو با گردن شکسته بفرسته وین تا این بار به جای برجام ساقی برشام بشه. گفتیم که طرف‌های موضوع سوریه مردم سوریه هستن، ما طرف موضوع سوریه نیستیم. ما کسانی هستیم که توی جلسه جمع شدیم برای اینکه کمک بکنیم، حد اکثر تسهیل بکنیم راه حل سیاسی برای سوریه رو. طرف دعوای سوریه مردم سوریه. اینطوری بود که ممجواد زمخت با کفش طبی رفت رو خط قرمز عظما و ممنوعیت مذاکره با آمریکا رو به کشکم نگرفت. بعدم ولی فقیه به جایی که توبیخش کنه کلی قربون صدقش رفت. رهبر انقلاب با تحسین تلاش و جدیت تیم مذاکره کننده تدین را مهمترین نقطه قوت آقای ظریف خواندند و افزودند بنده مکرر برای شما عزیزان دعا می کنم. عظما همه این مقدمه چینی‌ها رو کرد تا ته خط آب پاکی رو دست دلوار حسا بریزه و خرفهمشون کنه که راهی جز خوردن زهر سوریه نداره. راهش هم این است که جنگ در سوریه تمام بشه، محیط امنی به وجود بیاد، انتخابات بشه. انتخابات هر کسی که انتخاب کردن، این دیگه از این حرف منطقی تر. به این ترتیب ولی فقیه که میخواست وزنه سوریه رو بلند کنه بعد از 4 سال زیرش وا رفت. حالا تو این هیروویر جماعت جام زهری هم فرصت رو غنیمت شمردن و به پاس رد کردن خط قرمزهای عظما یه سردیس از ظریف درست کردن. در حاشیه این مراسم از سرویس وزیر خارجه رونمایی شد. اما همین خبر تو فضای مجازی خیلی سریع به این تبدیل شد و این عکس بیشتر لایک گرفت. یعنی بازم ظریف اومد فیگور بگیره ولی بیشتر ضایع شد. حالا همه این بزدیاری‌های داخلی و منطقه‌ای یه طرف، انتخابات پیش رو هم یه طرف. تو چنین وزاریاتی تنها کاری که از سیدعلی برمیاد تیر کردن نوچه‌هایی مثل این آخوند پهنیانه که بالای منبر برن و واسه کوسه و شیخ بری خط و نشون بکشن. قدم بعدی که باید برداریم این است که نفوذپذیران رو باید بشناسیم. نفوذپذیران چه کسانی هستند؟ نفوذپذیران کسانی هستند که یه نوعی ولایت گریزی درشون هست. بدبختا بعضیاشون منافعی هم ندارن. عوامل روانی نفوذپذیری رو شورای محترم نگهبان هم تأمل بفرماید که این اون عوامل نفوذپذیری درش هست یا نه. اگه هست نیاد تو عرصه سیاست. اینم آخرین شیوه شورای نگهبان برای تست نفوذپذیری از نمایندگان. هر کی تونست روی جنتی بیش از 1 دقیقه دووم بیاره صلاحیتش تایید میشه.
و حالا یه مصاحبه اختصاصی با مسئول خورد و خوراک پاسدارا تو جنگ که خودش یه انبار آذوقه سیاره. یعنی ابعادش طوریه که فیلمبردار تیویریش مونده قابو چطوری بگیره که کسی نفهمه این یک قایقبادی رو درسته قورت داده. تو مناسبت‌های مذهبی قند چای توزیع می‌کردید، توی آشپزخونه کمک آشپز می‌کردید، تو توزیع غذا بودید. فکر نمی‌کردید اگه این کارا رو نکنید مثلا صداتون خوب بود میتونستید یه کار دیگری در خود تو در همین خدمت مثلا تو آشپزخونه اونجا چای می‌خواستن، قند می‌خواستن، کمک می‌کردیم دیگه. یه چیز تو آشپزخونه نشسته بودیم با شمخانی، بچه‌ها گفتن یه احمدپور بذار جامون. ایشون هم گفت خوبه. حالا دلیلش چی بود واقعا از خودشون باید بپرسید. این هم یه اعتراف دست اول از شغل ثابت آخوندا، یعنی کلاهبرداری. یه روحانی سید پیرمردی بود تو تاکسی اصفهان نشسته بود، رفت پول بده، دید قباشو عوض کرده، پول جیبش نیست و به شوفره گفت که ببخشید من قبامو عوض کردم و پول توش نداشتم. گفت خب بخشیدم، برو، نمیخواد، مهمون من. سالها گذشت، 2 مرتبه همین سید سوار همین تاکسی شد، باز پول تو جیبش نبود. گفت آقای سید، گفت آقای راننده ببخشید پول جیبونه. گفت سید کارته، سید کارته، سید کارته. حالا یه توصیه تخصصی از زبون گند روزخون نظام یعنی سیدعلی به جوجه مداهای زهر خورده. محسنات اساتید، پیشکسوتا، کسانی که تو این کار از شما یک پیراهن بیشتر پاره کردن، محسنات اونا رو یاد بگیرید، یه چیزی بر اون اضافه کنید. و اینم یکی از همون اساتید پیرهن پاره کن که میگه ازشون یاد بگیرید. حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی میاد. ببین پاره کردن لباسو، بدن با لباس میره. خب وقتی طبق توصیه مقام عظما از این اساتید الگو بگیرن، آخرش هم یک چنین پرتاب و دوله هایی روی میاد. در این زمانه که پر از گناه شده، در این زمانه که پر از گناه شده، روزه اگر نبود بدکاره می شدیم. روزه یکی از این روزخونای انکرالاسفات این بسیجی بد ترکیبه که دستمزد مجیزگوییاش واسه ولی فقیر رو اینجوری دریافت کرده. من پارک کنم برم سوپرمارکت، یه صدایی اومد، یعنی صدای تالات زدن به برخورد کردن یه چیزی به شیشه ماشین. یه موتور سوار 2 تک بودن. گرچه برخی نیز عنوان کردن که این اتفاق سرقت بوده نه سوء قصد، اما حامد زمانی چنین نظری دارد. بعد از یه سری آهنگا اوج میگیره این اتفاقها، یعنی بعد از مثلا آهنگایی مثل مرگ بر آمریکا یا آهنگایی که حالات موضوع داره گزینه‌ها، این اتفاق افتاد. بعد از میکشیم این اتفاق افتاد. تیویریش این خبرنگار مشنگ رو فرستاده بود سوریه تا با این جنگولک بازی‌ها حال پاسدارایی که از رفتن به سوریه رنگشون زرد شده رو جا بیاره. ایمان مرآتی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عملیاتی گسترده که نزدیک است، با خبرهای خوش انشاءالله. اما با این همه تنها خبر خوشی که از سوریه میرسه همچنان این خبراست. بدرقه پیکر 2 تن از مدافعان حریم آل‌الله امروز در میان اشک‌های جاماندگان و دعاهای شفاعت در ماه شهادت. مراسم ودا با پیکر شهیدان امین کریمی و عبدالله باقری که حین مأموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسیدند امروز در معراج شهدای تهران برگزار شد. این خبرهای خوش نشون میده که جاده سوریه همچنان برای پاسدارا جاده بی بازگشته و هر کی بره تا دمر نشه بر نمیگرده.
آب و هوای مناسب برای بمباران. این رکورد جدید تلویزیون روسیه در گفتن اخبار آب و هواست که تیویریش هم با آب و تاب ازش دفاع میکنه. گزارش متفاوت هواشناسی در تلویزیون روسیه شگفتی آمیخته با خشم حامیان تروریست‌ها در غرب و منطقه را برانگیخت. کارشناس هواشناسی شبکه روسیه 24 در گزارشش وضع آب و هوا در سوریه رو برای حملات روسیه به تروریست‌ها مناسب پیش بینی کرد. به گفته کارشناس هواشناسی روسیه، ماه اکتبر به طور کلی برای پرواز هواپیماها بر فراز سوریه مناسب است. البته اینو نگفت که اگر آب و هوا مناسب نباشه هم میتونن از این ابتکار روسی استفاده کنن. و حالا میرسیم به سوت هفته، زادسالولو. زادسالولو دادستان کل کشور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران. دادستان کل کشور که بشه زادسالولو، اخبار هواشناسی هم این میشه. آقای اصغری سلام، بفرمایید. سلام بر شما، خدا قوت. خانم رجوی، اینجا چخ سوخته به قول هموطنان آذری ما، یعنی هوا خیلی سرده، منتها این سرما یه مقدار توی موقع از سال خطرناکه به خاطر محترم به عزیزی همه محترم به بفرمایید آقای اصغری، ما صدای شما رو میشنویم. در پایان توجه شما رو به یک هنرنمایی دیدنی جلب می‌کنیم که اگر تا آخرش رو نبینید هرگز نمیتونید حدس بزنید که این چیه.